بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد، داند که سخت باشد قطع امیدواران. با ساربان بگویید احوال آب چشمم، تا بر شتر نبندد محمل به روز باران. بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت، گریان چو در قیامت چشم گناهکاران. ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد، از بس که دیر ماندی چون شام روزه داران. چندین که برشمردم از ماجرای عشقت، اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران. سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. دوست داشتم این ارائه رو با این غزل فوق‌العاده سعدی شروع کنم، چون واقعا به هر حال این درد فراق و جدایی و دلشکستگی یه چیزی نیستش که مال امروز و دیروز باشه و به نظر میرسه که خب انسان به نوعی یا نوع دیگری بالاخره مدت هاست که با این پدیده آشناست و خب یکی از جاهایی که این پدیده خیلی به شکل روشن و شفاف و عمیق ترسیم شده خب به زبان هنر هست، از جمله خب ادبیات که خب حالا ما این رو یکی از مثالهای بیشمارش رو در این غزل سعدی با هم می‌بینیم. مفهوم دلشکستگی یا همین اصطلاحاً هارت بریک یه مفهوم خیلی از مفهوم وسیعی از جنبه‌های خیلی متفاوتی میشه بهش پرداخت. خب طبیعتاً در این فرصت اندک و این در واقع کتاب مختصر طبیعتاً همه جنبه‌ها رو نپرداخته، ولی خب یه تلاشی شده برای اینکه یک سری از این از منظرهایی که بشه به این مقوله نگاه کرد و در مورد این مسئله یک سری زمینه‌های برای نگاه جدید یا اندیشه جدید رو در واقع باز بکنه برای ما و با هم دیگه حالا این کتاب رو مرور می‌کنیم و ببینیم که چه روزنه‌های جدیدی میتونه برای ما باز کنه یا روزنه‌هایی که شاید از گذشته هم بوده ولی بتونیم با نگاه جدیدی به اونها نگاه کنیم. ببینید اساساً برای که مفهوم دلشکستگی رو بتونیم در موردش صحبت کنیم خب شاید لازم باشه اساساً تعریفش رو متوجه باشیم، یعنی دقت کنیم در درجه اول. دلشکستگی یعنی این که در واقع یه رابطه به تعبیر عاشقانه وجود داشته، یه رابطه رمانتیک احساسی بالاخره بوده و این رابطه به هم خورده، حالا از طرف یکی از طرفین یا حالا یه اجبار بیرونی، هر کدوم از اینها. عمده این چیزی که در این کتاب میپردازه بهش اینه که وقتی که یکی از طرفین رابطه رو آمده و خواسته که خاتمه پیدا کنه که عموما خب به این صورت اتفاق میفته دلشکستگی و تبعاتی که از اون حاصل میشه. و خب در واقع برای اینکه همونجوری که صحبت کردیم که ببینیم که چه اتفاقی میفته در وقتی که دلشکستگی پیش میاد، یعنی که ببینیم چه اتفاقی میفته وقتی عشق پیش میاد. وقتی عشق پیش میاد یه آدمی میاد که اینو البته در فکر کنم ارائه قبلا یه اشاره بهش کردیم، یه آدمی میاد با این در واقع وجود این، با حضور این آدم تو زندگی من، انگار به تعبیری میگن دنیای عاشق کوچک میشه تا اینکه فقط همین یک نفر آدم میشه کل دنیا و کل معنای زندگی اون آدم میشه این آدم.
این یه بخشی، یه تجربه است و این آدم با همه آدمای دیگه دنیا دیگه برای من فرق میکنه و نه فقط اون است. این آدم میشه همه دنیای من، تجربه عاشقانه. و همینطور طبیعتا تقریبا همه حس خوشایندی که من از زندگی و از دنیا و از معنایی که از زندگی و دنیا میگیرم و در وجود این آدم خلاصه میبینم و همینطور در وجود اون آدم یک تجربه عشقی رو تجربه میکنم یا فکر میکنم تجربه میکنم که مشابه عشق اولینی که تجربه کردم، عشق که در نوزادی از سمت مادرم گرفتم، یه عشق همه جانبه بی قید و شرط و کاملی که یه آدمی همه وجود من رو همونجور که هستم دوست داره و میپسنده و در بر میگیره و خب چه چیزی بالاتر از این آدم میتونه تصور کنه. و در واقع دلشکستگی همیشه نه، ولی خب خیلی وقتا پایان همچین تجربه‌ای هست و خب یکی از دلایلی که خب این همه دردناکش میکنه شاید این باشه. و خب بعد از اینکه این اتفاق میفته خب همین انگار اون همه این از اون کاخ رؤیایی و اون بهشت به حال بی‌نقصی که وجود داشته یهو آدم اصطلاحاً رانده میشه و همه چیز خیلی وقتا برای افرادی که این فضا رو تجربه میکنن تیره و تار میشه، همه چیز سیاه میشه، همه چی بی‌معنا میشه و گاهی وقتا مثلا باز اون وسط ممکنه یه دو روزی حالش، یعنی یه نوسانی داره دیگه، هی بدتر میشه بهتر میشه، یه روزی حالش بهتره، باز یه روز دوباره میبینی یک یادآوری میبینه، یه چیزی به خاطرش میاره، دوباره همه چیز تا مدتی حداقل. به تعبیر همین غزلی که با هم دیگه خوندیم که میگه سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. یه چیز نیستش که یه روز آدم بتونه فراموشش کنه و دیگه حالش خوب بشه و بره سراغ زندگیش. یه چیزیه که حتی در طبیعی ترین حالتش و در بهترین شکل ممکنش زمان نیاز داره تا این ترمیم بخواد بشه و تسکین پیدا بکنه. و اگر کسی از همون فردای روز بریکاپ و اصطلاحاً هارت بریکش حالش خوشه، یعنی از اول اصلا دلبستگی نداشته تو این رابطه، یا داره یه درد بزرگی رو به شدت داره سرکوب میکنه و نادیده میگیره، وگرنه قرار نیست حال آدم خوش باشه و طبیعی نیست که حال آدم خوب باشه در اون موقعیت. و همونجور گفتم دوباره یه چیزی یادم میاد، یه چیزی میبینم، یه چیزی که مستقیما یادگار اون آدم هست یا یادآور اون آدم و یا اون رابطه هست برای من، دوباره همه چیز زنده میشه و انگار اون زخمه انگار دوباره بهش نمک پاشیده میشه به تعبیری و بعد من همونقدر که احساس با هم بودن داشتم در اون فضا، خب حالا دیگه به همون اندازه احساس تنهایی دارم. هر آنچه که اونجا تجربه احساس شیرینی زندگی رو داشتم الان احساس تلخی دارم. هر اندازه که در اون رابطه احساس خوشی و چه بسا سرخوشی داشتم، اینجا احساس ناخوشی دارم. و البته همونجوری که خب هر کس به شکل منحصر به فرد خودش عاشق میشه و تجربه عاشقانه داره، تجربه هارت بریک و دلشکستگی هیچ دو نفر هم دقیقاً مثل هم نیست، ولی خب به همون دلیلی که ما انسان هستیم و قصه های عاشقانه‌مون هم از خیلی جهات به هم شبیه، قصه دلشکستگیمون هم به هم شبیه و خیلی جنبه‌هاش به هم مشترکه و همون چیزی که در واقع حسی که ما داریم که ما چقدر احساس تنهایی و تک افتادگی و اینکه چه گرفتاری و بدبختی دارم که به من دست میده، اتفاقا به همون دلیل باید بدونم که من تازه شدم مثل بقیه آدم‌ها، منم آدمم، منم انسانم، یه تجربه انسانی مثل همه انسان‌ها برای من اتفاق افتاده. و این در واقع این رنجه که داره حس اون تنهایی مطلق به من میده، اتفاقاً این رنجه نشانگر بودن در یک تجربه کاملا انسانی که منو به بقیه انسانیت و بشریت پیوند میزنه. و حالا داریم تلاش میکنیم یه نگاهی داشته باشیم به این تجربه دردناک بشری. یه نکته رو اینجا تذکر بدم. ببینید قضیه هارت بریک با قضیه اصطلاحاً دیورس یا طلاق دو تا مقوله متفاوته. یه جنبه های مشترکی
در بین قضیه حال دلشکستگی که در خاتمه یه رابطه رمانتیک و عاشقانه اتفاق میفته با در واقع تجربه طلاق میتونه وجود داشته باشه، میتونه هم نه. میتونه طلاق زمانی که اتفاق میفته هیچ کدوم از این در واقع به دلایلی که رابطه مدت‌ها پیش در واقع آسیب خورده یا مدت‌ها اصلا دیگه احساس‌ها از هم کنده شده، هیچ حسی ندارن و فلان و اینها، وقتی جدا میشن هیچ کدوم از این حس‌ها تجربه نکنن، یا 100 برابر بیشتر از این مسائل چالش‌های بیشتری افزون بر اینها داشته باشه علاوه بر دلشکستگی. یعنی به هر حال طلاق کلاً یه مقوله پیچیده مجزاست که الان اصلا نمیخوام واردش بشیم. خیلی از این چیزایی که میگیم ممکنه در مورد او صدق بکنه، ممکنه هم صدق نکنه. اون کلاً یه مقوله کاملاً جداست که با اشتراکاتی که داره، ولی در این حال باید این دو تا جدا از هم دیگه در نظر گرفته بشه. خب اولین سوالی که بهش میپردازه آلن دوباتن و حالا مؤلف این کتاب که حالا مدرسه زندگی هست که مؤسسش آلن دوباتن هست، اینه که چرا اون آدم منو ول کرد، چرا منو رها کرد، چرا دیگه نخواست که با من باشه. خب البته این چیزی که اینجا بهش میپردازه تجربه همه عیناً این نیست، ولی به نظر میرسه در تجربه بسیاری از ما اینه و خیلی از افرادی که تجربه مشابهی هم ندارن در واقع یه واکنشی به این تجربه است و اون اینه که تقصیر من بود، یه چیزی من کم داشتم و اینو میخوام بگردیم چیه من کم بود، کجای کار من مشکل داشت، من چی کار کردم که نباید میکردم، چی کار باید میکردم که نکردم و امثال اینها. و همش دنبال اینیم و انگار فرض اصلی اینه که این تقصیر من بود که منو ول کرد. ببین گاهی وقتا گفتن ریاکشنال ممکنه ما شروع کنیم به این که همش تقصیر گردن می‌ندازیم. اصلا ببین وقتی او منو ول کرده، ببین یه وقت هست من میخوام یکی رو ول کنم، طبیعی که ایرادات زیادی از او به ذهنم برسه، ولی وقتی که من نمیخوام که او رو ول کنم و او من رو ول میکنه، واکنش اولیه من طبیعتا اینه که ببینم گیر کار من چی بوده، چرا منو ول کرد، چرا دیگه نخواست با من باشه. ممکنه یک کسی میگم حالا واکنشی بره به این سمت که اصلا بگه همون بهتر، اصلا خوب شد که رفت، اصلا تقصیر من بود که میموندم، اصلا من باید زودتر ول میکردم. ممکنه این واکنش اصطلاحاً حالا رشنالایز کردن و مثلا توجیه کردن و اینا اتفاق بیفته، ولی به طور معمول انگار زیر اونم اینه، زیر اون واکنش دفاعی هم خیلی وقتا اینه. وقتی من رها میشم اینه که برم ببینم گیر کار من چی بود، مشکل من چی بود. و اینجا یه ارجاعی میده به یه تست خیلی مشهور روانشناسی به نام TAT یا Thematic Apperception Test که در دهه 30 توسط هنری موری طراحی شده. این تست رو اگر حالا دیده باشین یه مجموعه‌ای فکر کنم 32 تا 6 تا همچین چیز عکس هست. یه سری عکسایی رو به افراد نشون میدن، میگن که مثلا حالا اینجا این عکس البته مال TAT نیست ولی به عنوان یه مثال آورده این عکس رو. یه آقا یه خانم هست اینجوری. حالا این اونو نقاشیه، عکس نیست. حالا به عنوان مثال اینو گذاشتم چون حالا اونو احتمالاً بعد مثلا مجوز میگرفت و اینا نشده و هر چی دیگه، این از این گذاشتم. میگه که شما اول بگین که قبل این قصه ستینگی که قبل اینکه این تصویر پیش بیاد اینجا قصه چی جوری بوده، الان داره چه اتفاقی میفته، این آدمایی که تو این تصویر هستن چه احساسات و افکاری دارن و بعد از این نهایتا نتیجه این ماجرا و قصه چه خواهد شد. الان داره چه اتفاقی میفته، قبلا انگار چه مسیری بوده به اینجا منجر شده، الان چه افکار احساسی دارن بعد و بر اساس این شروع میکنن بر اساس قصه‌ای که شما شروع میکنین در مورد اینا روایت کردن، توضیح دادن، بعد شما شروع میکنن تحلیل کردن. فرض این تست چیه؟ اینه که تو هر قصه‌ای بسازی بیشتر از اینکه در مورد این تصویر داری حرف میزنی، داری در مورد خودت حرف میزنی. یعنی در واقع به تعبیری داری پروژکت میکنی، داری فرافکنی میکنی ذهن خودت رو به یه قصه‌ای. یه کسی مثلا حالا همین تصویری که بهتون نشون دادم، این آقا و خانم، اینجا مثلا فرض کنین که گفته مثلا به افراد مختلف بدیم، میتونه یکی اینو بگه که آره این خانم از این آقا خسته شده به خاطر که بسیار آدم ضعیف و حوصله سربریه، یا مثلا تازه بهش گفته که رابطه ما کار نمیکنه و من دارم ول میکنم میرم، یا یه نفر دیگه ممکنه بگه که نه، او بهش گفته که ما الان باید بریک کنیم به خاطر اینکه
مثلا فرض کنید رابطه جنسیمون مشکل داره و من راضی نیستم از رابطه‌مون، یا مثلا فرض کنید که به نظر میرسه مسئله والدین این پسره هست و اون میخواد که از اونها فاصله بگیره و اون میگه که نمیتونم و اونم گفته که حالا پس اینجوریه که من میخوام بذارم برم و اینا. مثلا حالا اینا مثلا میگه این یه تصویر ثابت رو میدی، هر کسی از ظن خود شد یار آن تصویر. یعنی هر کسی ذهن خودش رو پروژکت میکنه به واقعیت بیرونی. خیلی وقتا آدم طبیعتاً قصه واقعی این قصه اصلا ممکنه اون کسی که نقاشی کرده یا عکس گرفته اصلا ممکنه هیچ کدوم از اینا تو ذهنش نباشه یا یکی از اینا باشه، ولی هر کدوم از ما یکی از اینها رو، محتوای ذهن خودمون رو در واقع اونجا میریزیم به تعبیری و معانی رو خودمون اختصاص میدیم. میگه تو رابطه هم همینه. میگه خیلی وقتا ما دقیقاً ممکنه ندونیم اون چرا منو ول کرده، ولی معنایی که میگیم خب لابد مشکل از من بوده، این چیزیه که دیگه تو ذهن ماست. یعنی تو حسهای خودمون رو داریم نسبت میدیم به انگیزه رفتار طرف مقابل. و یه فکت هست که اون آدم نمیخواد تصمیم گرفته این رابطه رو با من ادامه نده و من مشکل رو از خودم میبینم، ولی آیا واقعا اینه که او همون مشکلی که من از خودم میبینم و دارم از من فقط علتش همین بوده؟ ممکنه حتی اینو توی گفتگوی اینم بیان کرده باشه که مثلا تو اینجوری یا اونجوری، یعنی ممکنه علت اصلی که داره این کار میکنه چیز دیگری باشه. و اینی که ما این واقعیت رو بپذیریم که نمیتوان همه چیز رو در مورد یک انسان دیگه دانست و ما ذهن خوانی نمیتونیم بکنیم، ما از درون ذهن یه آدم دیگه خبر نداریم. اینی که اینو بتونیم بپذیریم این کلید حل این معماست. سقراط یه جمله معروفی داره، میگه که اینی که در واقع آدم‌های خردمند میدانند که کجاها نمیدانند، چه وقت‌هایی نمیدونند، چه چیزهایی رو نمیدونند. این خیلی نکته مهمه. و این که من بدونم یکی از چیزهایی که من نمیدونم و نمیتونم بدونم اینه که دقیقاً بفهم یه آدم دیگه علل رفتارش دقیقاً چی بوده، اون چیزی که انگیزه رفتارش بوده دقیقاً چی بوده. خیلی وقتا خودش هم ممکنه دقیق ندونه، چه برسه به من. ممکنه که مثلا این چیزی که الان در واقع این آدمی که الان نمیخواد با من باشه شاید در واقع خودشه که احساس میکنه، شاید مثلا احساس میکنه به اندازه کافی من دوستش ندارم، یا احساس میکنه که مثلا به اندازه کافی خوب نیست، احساس پیش من که هست اعتماد به نفسش پایینه در کنار من که قراره مثلا احساس. و برای همین خیلی وقتا حتی ممکنه تلاش کرده که من بزنه تو سر من، چه بسا، ولی حس اصلی که اون آدم داره دور از من دور میکنه حس اینه که اعتماد به نفسش در کنار من انگار میاد پایین، کنار من انگار منو حالا به هر دلیلی انگار احساس میکنه که شاید من از اون سرم یا حالا هر چی، مثلا حالا نه که همچین چیزی معنایی داره ولی به هر حال ذهنیت اون هم چیزی. یا مثلا وقتی که میگه آقا مثلا من رو کارم رو درسم میخوام متمرکز باشم، ممکنه این بهانه‌اش نباشه، واقعا مسئلهش اینه، مثلا این نیست که واقعا من یه مشکلی دارم، واقعا پلن، یعنی این چیزی که میگه شاید همون چیزی که هست واقعا و امثال اینها. خب و اگر که من تصور کنم که نه من میدونم دیگه تقصیر من اینه، یعنی تو ذهنم باشه که تو خلوت خودم که مشکل از من بود، اگه من بهتر از این میبودم، اگه من اینجوری نبودم اینجوری میبودم، الان این آدم با من میموند. در که ممکنه من هر جور دیگه میبودم ممکنه این آدم با من بازم نمیتونست بمونه، ممکنه آره ها، ولی لزوما اینطور نیست اصلا. و همینی که بپذیریم شاید، ببین نه که بگیم قطعاً هیچ مسئله‌ای در من نبود که باعث بشه که اون آدم نخواد با من باشه، نه، ولی همین که به این ابهامه حداقل بها بدیم و اینو بپذیریم که من مطمئن نمیتونم باشم که علت رفتن این آدم چیه، نمیتونم قطعی و 100% بدونم که آره حتما این بوده که حتما یه چیزی تو من کم بود. نه، شاید هم این نبود، شاید هم بوده، شاید هم از نظر او یه چیزی می‌خواسته که من نداشتم، شاید هم یه مسئله با خودش بود، یه مسئله با خانواده‌اش بود، یه مسئله شخصی بود، هر چی، یه مسئله با مسئله تعارضات فردی خودش بوده، اینا بوده. البته به این مفهوم نیست که ما غمگین نباشیم در این موقعیت، طبیعی که خب به هر حال بازم نداشتن یه رابطه‌ای که برای ما بسیار جایگاه بزرگی داشته بازم غم انگیزه، ولی حداقلش اینه که
اونی که بعد دیگه بخوایم همش تو سر خودمون بزنیم و خودمون رو تخریب کنیم و خودمون رو مثلا پایین مثلا سرزنش کنیم، خب دیگه حداقل این اتفاق دیگه نمیفته. حداقل اینو میپذیریم که شاید یه دلیلش یه چیزی باشه غیر از اون چیزی که من دارم فکر میکنم. این شد یک بحث. نکته بعدی اینه که میگه که خب ما رنجی که در زمان یه تجربه بریک آپ یا هارت بریک در واقع تجربه میکنیم، در دلشکستی تجربه میکنیم، درد بسیار عمیقی. مثل که یک آدمی واقعا چه بسا حاضر بشیم 100 تا بلای مثلا جسمی سرمون بیاد، سرمون بشکنه، دستمون بشکنه، پامون بشکنه، دلمون نشکنه. کما اینکه آدما حاضرن برای به دست آوردن چیزی که به دلشونه 1000 تا چیز رو قربانی کنن، از وجود خودشون مایه بذارن. طبیعتا این که من حاضرم یعنی مثلا از پولم رفته باشه، در مثلا بدنم آسیب دیده باشه، ولی عشقم راحت دست ندم. ولی میگه که جامعه ما برای اینی که افراد وقتی که یک کسی میاد مثلا چه میدونم پولشون رو میدزده و یا بهشون بدنشون مثلا جراحتی وارد میکنه، مثلا اینا یه سازوکاری وجود داره، پلیسی، دادگاهی، جایی میری اونجا شکایت میکنی و عدالت رو به دست میاری. ولی جایی نیست که تو بری اونجا و شکایتت این باشه که دلت رو یکی شکسته و از اونا بخوای که در واقع عدالت رو اجرا کنن، این آدم دل منو شکسته. و البته میگه که این و یا مثل این جایی که مثلا چه یا وقتی جراحتی داره بری یه جایی و مثلا یه دکتری مثلا بیاد مثلا بخیه بزنه این مثلا زخمی که ایجاد شده و انگار ترمیم کنه. حالا البته اینجا میگه ما هم چیزی نداریم، حالا البته که بعد اشاره میکنه که یه جورایی داریم ولی حالا شاید در اساس همه نباشه. اینی که میگه که شاید در یه جامعه مثلا خیلی خوب این بود که آدما وقتی دلشون هم میشکست میتونستن به یک جای یک کسی مراجعه کنن، نه به عنوان یک کسی که بیاد داد آنها را بستاند، یک کسی که بتونه زخم اونها رو ترمیم کنه، بتونه در واقع این زخم دلشکستگی رو بتونن پیش یک کسی ببرن که درمانش کنه. البته خب بعداً توصیف‌هایی که میکنه توصیف‌های همون چیزی که در یک فضای روان درمانی، اشکالی از روان درمانی این اتفاق میتونه بیفته. البته یعنی اینجوری نیستش که هیچ همچین جایی وجود نداشته باشه، ولی خب چیزی که آخرش میگه شاید انگار در دسترس همه این امکان نباشه که یه روان درمانگر خوبی بتونن پیدا کنن که بتونه همراهی کنه و این زخمشون رو بتونه ترمیم کنه. ولی نهایتا میگه که خب شاید اینجا ما نهایتا نیاز داریم، حالا جدای از این حرفا، همونجوری که اونجا وقتی که یه صدمه‌ای زده میشه به لحاظ مالی به ما، به لحاظ جایگاه اجتماعی، به لحاظ نمیدونم جسمی، خب یه جایی هست که باید مراجعه کنیم، اینجا هم باید مراجعه کنیم به یک کسی که اولا در واقع پای این درد دل ما بشینه، انگار درد ما رو با ما همراهی کنه و از طرفی به ما کمک کنه که متوجه بشیم که چه اتفاقی افتاد، دقیقاً چی پیش آمد، چه مسیری رفتیم، چه انتخابایی کردیم، تو انتخاب اولیه و تو مسیری که طی کردیم فرایندی که تجربه‌ای که داشتیم رو بتونیم درک کنیم و بفهمیم تو اون فضا و اینکه سهم ما چی بوده، نقش ما چی بوده از انتخاب و از طی مسیر. و میگه همونجور که در قرن 17 یه زمانی آتش نشانی وجود نداشت مثلا و بعد ایجاد شد و مثلا مردم خونه‌شون آتش میگرفت دیگه، خب همون سطلای بود که از سر چشمه می آوردن و میریختن و هیچ سازوکاری وجود نداشت برای اینکه بتونه در واقع این وقتی آتش میگیره بریزن و یه عده اونجا رو خاموش کنن. میگه الان هم ممکنه ما نیاز داشته باشیم به اینکه این سازوکارها رو گسترش بدیم که وقتی یک پدیده‌ای که اینقدر دردناکه و اینقدر زندگی هر کسی وقتی که این تجربه رو اگر داشته باشه به هیستوریش که مراجعه می‌کنه یکی از دردناکترین تجربیاتی که از زندگی تجربه کرده این بوده، برای این هم این سازوکار رو داشته باشیم و گسترش بدیم که البته خب به نظر میرسه که خب داریم ولی شاید هنوز اونقدری که باید شاید در دسترس همه نیست. یعنی از همه افرادی که این تجربه رو دارن درصد شاید بسیار اندکیشون اصلا میدونن که به همچین در واقع فضایی میتونن مراجعه کنن و درصد بسیار شاید کمتری هم این امکان رو دارن که واقعا همچین فضایی رو بتونن داشته باشن. اینم نکته دوم.
مسئله بعدی در مورد در واقع گفته روانشناسی اون کسانی که ما باهاشون در رابطه بودیم، اون اکس اصطلاحاً. میگه ما معمولاً بلافاصله بعد اون حالا اتفاقی که میفته و اینها بیشتر درگیر ذهنی این هستیم که چی شد، چه اتفاقی افتاد، چه بلایی سرمون آمد و حالا مثلا میریم مرور میکنیم این چند هفته اخیر و مسائل اخیر و اینها و او چیکار کرد، من چیکار کردم و خلاصه چی شد که به اینجا رسید. میگه که شاید مسئله ریشش تو همین چند روز و چند وقت اخیر نباشه، مسئله خیلی خیلی قدیمی تر از این حرفا باشه و انگار میخواد بگه که چرا اون طرف مقابل ما رو ول کرد و رفت. ممکن لزوما به این اتفاقای همین چند وقت اخیر بر نگرده، همش یه وقت زیادیش ریشه داشته باشه در کودکی او و فضایی که از کودکی درش رشد کرده. انگار تجربه‌ای که آدم‌ها در کودکی در روابط نزدیکشون، رابطه والد فرزندی و امثال اونها تجربه کردن، اینها بسیار تأثیر میذاره در روابطی که بعداً این آدم‌ها در زندگی‌هاشون شکل میدن که حالا یه جنبه‌ایش رو در فصل بعدی مفصل‌تر صحبت می‌کنیم. و بخش زیادی از افراد جامعه، حالا اینجا گفته حدود نیمی از افراد جامعه، حالا کمتر یا بیشترش، خلاصه این مسائل رو با خودشون دارن، همراه دارن این ایشوها رو. حالا اگه همه نگیم ولی یه درصدی خب به طور چشمگیر یه درصد زیادی این مسائل رو دارن و اساساً در رابطه دنبال یه چیزهایی، در واقع یه شکلی از روابط میگردن که همون شکل روابطی که نهایتاً حاصلشون میشه همون چیزی که نهایتاً ازش میخوان فرار کنن یا نمیتونن تحملش کنن. یک مدلی از رابطه برای اینها مأنوسه. میگه خیلی جمله جالبه، میگه ما آدما در روابط دنبال چیزی نمیگردیم که برامون خوبه، دنبال چیزی میگردیم که برامون مأنوسه، یعنی مشابه همون جنس روابطی که در کودکی تجربه کردیم. ممکنه در ابتدای رابطه کشیده بشیم به یه رابطه‌ای که حسای خوب به ما میده و اینها، ولی اگه نهایتا این رابطه متفاوت باشه، یعنی چون رابطه سالمیه متفاوت باشه با اون رابطه ناسالمی که در کودکی تجربه کردیم، بعد این چون نامأنوسه شروع می‌کنیم پس زدن یا دور میشیم یا شروع می‌کنیم اینقدر انگولش کردن تا اینم بشه شبیه همون چیزی که حالا بعد بگیم حالا تازه خراب بشه که خوب بشه، آشنا بشه برای من، چون مشابه همون چیزی بشه که داشتم. البته اونم نمیتونم تحمل کنم نهایتاً، به خاطری که برام آسیبزاست، ولی رابطه خوبم نمیتونم تحمل کنم چون برام نامأنوسه، چون آشنا نیست، چون تجربه‌ای که من از عشق و از رابطه نزدیک داشتم اصلا همراه بوده همیشه با یک سری ویژگی‌هایی از ابتدا. مثلا فرض کن یه والدی بوده که هیچ وقت مثلا نبوده، والدی که ترجمه مادرم به تنکس که بوده، انگار هیچ وقت به من مثلا دور از دسترس بوده، با هم حرف نمی‌زد، رابطه نزدیک برقرار نمی‌کرده. ممکنه در ابتدای کسی که مهربونه برام جالب باشه، جذاب باشه، خاص باشه، ولی در این حال برام نامأنوسه و بر همون دلیل تهدیدآمیز. بر همین وقتی که بعد تو رابطه میرم نزدیک‌تر میشه، کم کم به نظر میرسه که چرا اینجوری میگه، چرا اینجوری عجیب میکنه، عجیب میشه رفتار رو برای من، برای همین پس میزنمش کنار. و ممکنه در ابتدا مثلا یه وقت مثلا حتی این آدم برای خودم عجیب باشه که این آدم کار بدی نکرد و مثلا اینا چرا، این ممکنه به یک کسی توجهش جلب بشه، ممکنه هم نه اصلا توجهش حتی جلب نشه، یعنی کلا فقط احساس کنه نه اون داره شروع کنه یه گیری دادن به اون که تو داری مثلا یه کاری میکنی و رابطه رو به هم بزنه به همون دلیل. و در واقع داره اون در واقع همون قصه کودکی خودش رو داره به شکلی بازسازی میکنه و انگار همون ورژن عشق رو فقط میپذیره وجودش. ولی البته گفتم اونم نمیتونه وقتی اتفاق میفته تحمل کنه، چون اونم براش آزارنده است طبیعتا. یا مثلا ممکنه یه والدی داشته که این والد خیلی مثلا افسرده و فرجایل و شکننده و اینا بوده، زود ناراحت میشده، این همش باید مراقب بوده چیزی نگه، اون ناراحت نشه، به هم نریزه، عصبی نشه، قصه نخوره، گریه. همش من باید فاصله می‌کردم، واسه برم واسه نگم، چیزی نگم، اون به هم نریزه، عصبی نشه، عصبانی نشه، همینا بریزم تو خودم.
و وقتی با ما اومدن وارد رابطه شدن، شاید خب مثلا اولش دیدن که نه این مثلا خب میتونن حرف بزنن، ما میپذیریم، اجازه میدیم، همراهی میکنیم، ولی یکم که جلو رفته بازم احساس میکنن نه، یعنی در واقع همش شروع میکنن بازم همون مدل رفتار رو با ما هم پیش گرفتن، مسائلشون نگن، احساساتشون نگن و تو خودشون بریزن، یا اگر ما میخواستیم که بپرسیم احساس میکردن که ما داریم مثلا یه کار عجیبی میکنیم، داریم مثلا سرک میکشیم، داریم تحت فشارشون قرار میدیم، بر همین هی بیشتر تو خودشون کشیده میشدن و بعد باز انگار رابطه اینقدر به سمتی میرفته که دوباره همون آش و همون کاسه. و برای همین یکی از سوالات خیلی مهمی که باید بتونیم تو همون ابتدای آشنایی توی رابطه بهش بپردازیم اینه که روابط کودکی اون آدمی که باش بودیم، چون خیلی وقتا یه بخشش اینه که روابط قبلی که این آدم در زندگیش داشته، خب اینم یه چیز مهمیه، تجربه های قبلی روابطی که داشته، چی شده شروع شده، چی شده تموم شده، حالا جزئیاتش خیلی نه ولی کلیاتش حداقل بدونیم، این یه چراغ مهمیه فراراه ما. ولی علاوه بر اون، مهمتر از اون شاید اگه این آدم بدونه و بتونه بیان کنه، اینه که تجربیاتی که در کودکیش داشته، در رابطه نزدیکش، اینا به چه صورت بوده و جنس روابطش از چه نوع بوده، این خیلی میتونه روشن کننده باشه که احتمالاً این آدم در رابطه با ما چطور خواهد بود. و خیلی وقتا ممکنه اتفاقا آدمای این شکلی اساس برانگیز باشن که آدم بخواد بگه نه اینو میرم درستش میکنم، یه عشق و محبتی نثارش میکنم که مثلا اصلا، ولی این عشق و محبت نمیخواد، این همون قصه آشنای خودش رو میخواد. و شاید یه آدم کم قصه تر و کم ماجراتر و شاید کم هیجان تر نهایتاً برای ما آدم مناسب تری باشه. حالا سوالی که ایجاد میشه اینه که ما چرا سراغ این آدم رفتیم؟ میگه که خب به همین دلیله که الان میگفتیم، ما همونجور که او کشیده میشیم به سمت آدمای اشتباه، جذبمون میکنن. همونجور که گفتیم ظاهرش اینه که ما در عشق دنبال خوشحالی و خوشبختی و رضایت و ارضا شدن نیازها و اینها هستیم، ولی در واقع ما در عشق دنبال در واقع فامیلیاریتی و انگار یه چیزی هستیم که مأنوس باشه برامون، آشنا باشه برامون. و خب خیلی وقتا اون چیزی که باش مأنوس هستیم چیزی نیست که برامون خوبه، و اون چیزی که در کودکی همونجور گفتیم با عشق تنیده شده در کنار هم دیگه، ما خیلی وقتا تو رابطه اون اگر نباشه احساس میکنیم یه چیزی کمه. اگر کنترل بوده، حالا یا ممکنه ما اون نقشه مثلا کنترل کننده در نظر، یا مثلا کنترل بوده، درد، تحقیر بوده، سرزنش بوده، نمیدونم هر چی اینا، یا ما این کارو خودمون اون نقشه رو به عهده میگیریم، یا انتظار داریم طرف مقابل اون نقشه به عهده بگیره، یا مثلا صحبت نکردن، بیان نکردن، مسائل رو به زبون نیاوردن، فاصله احساسی گرفتن، همه اینا. و به عنوان و در واقع در بزرگسالی یه آدمی که خیلی بخواد مثلا دیگه هم گفتیم خوب باشه، این برای ما دیگه طبیعتاً اونو نداره، به نظر من یه چیزیش کم و برای همین اصطلاحاً دیگه جذاب نیست برامون به اون مفهوم. و چه بسا به همین دلیل همین اشتباه تکرار میکنیم. و خیلی وقتا همینی که ما متوجه، همونجوری که در مورد طرف مقابلمون این ذهنیت و نگاه رو باید داشته باشیم، در مورد خودمون هم باید این نگاه رو داشته باشیم که بفهمیم به سمت چه چیزهایی کشیده میشیم، در واقع قصه هایی که ما رو به سمت یه سری افرادی میبرن، این قصه ها رو بشناسیم. هر چقدر بهتر بتونیم خودمون، طبیعتاً اونها رو ما اثر میذارن بخوایم یا نخوایم، ولی هر چقدر آگاه تر باشیم به اون قصه ای که من رو به اون سمت پیش میبره، حالا از هر طریقی بتونم سعی کنم به این آگاهی دست پیدا کنم، با مرور زندگی، روابطی که داشتم، مرور کودکی، روان درمانی، حالا تأمل در خود، هر کدوم از اینها و ترکیبی از اینها، طبیعتاً اون موقع میتونم بهتر
افرادی رو، پارتنرها رو انتخاب کنم که مناسب ترن واقعا برای من، نه که صرفاً به اون کشش اکتفا کنم و اینکه به سمت آدمی جذب میشم. نه، ببینم که چرا دارم جذب میشم و اگر هی سمت افرادی جذب میشم که آخرش عاقبت خوشی برای من نداره و رابطه به سنجای خوبی نمیرسه، به این فکر کنم که شاید اساساً قصه کشش من یه ماجراییه که یه ایرادی درش هست. در فصل بعدی میاد به از منظر تئوری دلبستگی به روابط و بریکاپ نگاه میکنه. تئوری دلبستگی یه تئوری هستش که در دهه 50 و 60 میلادی توسط جان بالبی در ابتدا مطرح میشه. خب بعد از اونم افراد زیادی در این میان کار میکنن و پژوهش‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام شده و یکی از تئوری‌های خیلی مهم در زمینه روانشناسی هست و اینکه انسان چطور رشد میکنه و ذهن آدم چطور شکل میگیره و روابط آدم چطور شکل میگیره و اینها. بیس اینه که ما از بدو تولد و تا آخر زندگی نیاز داریم که احساس کنیم وصلیم به یه آدم دیگه، احساس کنیم یه احساس کانکشن و ارتباط و اتصالی رو با آدم دیگه و آدمی و در واقع در این ارتباط یه آدمی که حالا نیازهای من رو برآورده میکنه به شکل قابل اتکا و قابل پیش بینی. یعنی در همون در واقع شروع زندگی، یعنی من میام تو این دنیا، یه حالا مادرم معمولا که هست، این مادره اولا بهش وصلم و دوما میتونم روش حساب کنم. خب من که اصلا هیچ بچه که میاد تو این دنیا که هیچ توانی برای اینکه بخواد نیازهای خودشو برآورده کنه که نداره، همش وابسته است به وجود اون مادر و این مادری که بهش وابسته است اینه که بگه خب این آدم میاد و من رو در بر میگیره، در آغوش میگیره اولا و نیازهای من رو به همون صورتی که من میخوام، در همون زمانی که من میخوام و به شکل قابل پیش بینی و قابل اتکایی نیازهای من رو برآورده میکنه و این بهش میگن سکیور اتچمنت یا یه دلبستگی ایمن. یعنی وقتی که من این همچین حسی رو تجربه میکنم و همچین برداشتی رو از دنیا خواهم داشت، طبیعتاً من یک ایمنی در من، یک اعتماد و ایمنی در من شکل میگیره که این دنیا پس جای خوبیه، آدم‌ها خوبن، رو آدم‌ها میشه حساب کرد. از همون تجربه اولیه‌ای که در زندگی به من دست میده که این آدم هست و حواسش به من هست و حواسش هم و نیازهای من رو برآورده میکنه و همونجوری که من انتظار دارم و نیاز دارم نیازهای من رو در همون زمان و به همون شکل برآورده میکنه و این میتونه اتفاق بیفته و در اون صورت خب من در آینده در روابطم میتونم نزدیک بشم به آدم‌ها و میتونم یعنی هم نزدیکی آدم رو تحمل کنم، احساس کنم خب خوبه این آدم بیاد پیش من و من مثلا و میتونم به آدم‌ها تکیه کنم، میتونم به آدم‌ها اعتماد کنم و میتونم از طرفی هم از آدم‌ها فاصله بگیرم. وقتی که اون آدم میره همه چیز تو ذهنم فرو نمیریزه، احساس کنم خب میره و این در فاصله گرفتن از آدم‌ها منو متلاشی نمی‌کنه. هم میتونم با آدم‌ها نزدیک بشم، هم میتونم از آدم‌ها فاصله بگیرم، هم میتونم به آدم‌ها اعتماد کنم و از جمله در یه رابطه نزدیک و از جمله مثلا توی رابطه زوجی و امثال اینها و روابط رمانتیک. و حدود حالا 50% آدم‌ها این شانس رو دارن که این تجربه رو داشته باشن و در واقع دلبستگی ایمن درشون شکل گرفته باشه. یه دسته‌ای هستن نه، در واقع میگن دسته anxious attachment یا دلبستگی‌های اضطرابی. اینا اونایی هستن که نیازهای دلبستگی و اون نیازهای اولیه مثلا نوزاد هرچی که بوده گاهی برآورده می‌شده، گاهی برآورده نمی‌شد. یعنی حسابی نداشت. برای همین همش این آدم مضطربه که الان این دفعه میشه یا نمیشه. الان این باری که من نیاز برام پیش میاد این آدم برآورده میکنه یا نمیکنه. برای همین این بچه‌ایه که مثلا مادرش یه دقیقه بذارش برش و به هم میریزه. یعنی اون بچه‌ای که ایمنه اگه مادرش مثلا 2 دقیقه بره گریه میکنه اول ولی بعد آروم میشه چون تعزیزش هست که این آدم میره دوباره میاد. بعد دوباره میاد و طبیعتا وقتی برگردم خب میره تو آغوشمون و مثلا آروم میشه و بعدم میره سراغ ادامه بازیش. ولی این بچه‌ای که مضطرب وقتی اون میره که دیگه تموم شد دیگه، این رفت دیگه، معلوم نیست که کی بیاد. چرا؟ چون یه وقتی رفته معلوم نبوده دوباره کی بیاد. یعنی حسابی که تو قابل پیش بینی نبوده این آدم کی هست و کی نیست و چه جوری. یه وقتی برآورده می‌کرد، وقت برآورده می‌کرد، این آدم همش مضطربه و نگران از دست دادنه. و این مادرم که میره
به شدت به هم میریزه، مثلا اگه کوچیکه بچه و وقتی هم برمیگرده اینم میره میچسبه و دیگه هم به شدت گریه و حاضر نیست ول کنه، چون میگم ول کنم دوباره میری باز دوباره من نیست دوباره کی بیای چه جوریه، با اینکه رفته برگشته ولی بازم انگار حس ایمنی رو نداره. تو روابطشون هم اینا همینجوریه، یعنی تو رابطه همش نگران و منتظر رها شدن و از دست دادن طرف مقابلن و همینجور چنگ میزنن و میگیرن و حالا خیلی وقتا ممکنه این به صورت این باشه که طرف مقابل رو متهم کنن، تو بی‌توجهی، تو فلانی، چرا جواب نمیدی، چرا اینجوری کردی، چرا دیر اومدی، چرا اینجوری کرد، ولی در واقع از اون ترسشونه که میترسن اول ول کنه بره، که همون بچه است، همون بچه‌ای که دلبستگی اضطرابی درش ایجاد شده و همش نگرانه که نکنه اون آدم ول کنه بره. یه دسته سومی هستن که dismissive avoidant یا avoidant، حالا به طور اجتنابیان. اینا اونایین که اصلا کلا نیازشون اصلا هیچ وقت محل داده نشده، برآورده نشده و این آدم کلا به مرور ذهنش اینه که دیگه به هر حال بچه چون کلا تو این دنیا به طناب والدش کلا وابسته است و آویزونه، طبیعتاً اگر که هر مسئله‌ای باشه او رو از خودش می‌بینه، یعنی مثلا اگر که تو برآورده نمی‌کنی لابد این نیاز اصلا مهم نیست، چون طبیعتاً من به طناب آویزون باشم وقتی طناب شروع کنه لرزیدن ترجیح میدم که فکر کنم دست منه که داره میلرزه تا اینکه این طنابه داره از اون بالا مثلا کنده میشه، یعنی مسئله رو از خودم ببینم وقتی فقط به این آویزونم. تو رابطه این آدم وقتی که این آدم این تجربه رو داره، وقتی که نیازش برآورده نمیشه تو این ذهنش که لابد از این نیازا مهم نیست، هر کی بعد خودش برای خودش باشه، اصلا چه مسائل لوکس بازیه، اینا رو ول کن بابا. و برای همین کلا میشن اجتنابی از همه در واقع نیازها رو هر کسی باید خودش با خودش باشه، اصلا کار به کار کسی نشه باشه، کسی هم کار به کار من نشه باشه، اصلا چی کار داریم هم دیگه. تو رابطه‌شون هم اینا همینه، نه نیازهاشون اصلا به طرف مقابل میگن و بیان میکنن و نه طرف مقابل اگر بیاد بخواد مثلا سمت اینا خوشمون برو آقا واسه چی کار داری، مثلا خیلی برای خودت باش، تو مثلا آویزون نباش، حالا خیلی معمولی هم اگر باشه طرف، اینا همش احساس میکنن نه این خیلی میخواد بیاد تو، هر خیلی آویزونه، خیلی چسبه، خیلی از من خفه میکنه، در حالی که پس اینم میشه یک شکلی از تجربه. حالا یه دسته سومی هم داره که حالا دیگه اون خیلی مفصل میشه ازش میگذریم، که اینا این که در کودکی دچار آسیب شدن از سمت در واقع اون فردی که دلبستگی بهش داشتن، حالا والدشون هر کی، و در واقع دلبستگی پریشان و آشفته پیدا میکنن، حالا اون دسته بماند. اینا رو من در یک سخنرانی تو همین پیج گذاشتم، اگر دوست داشتین، نگاه تاثیر تروماها و آسیب‌های کودکی در روابط زوجی در بزرگسالی، این رو صحبت کردیم، دوست داشتین مفصل ترش اونجا میتونید مراجعه کنید. خلاصش و حالا فکر کن که این دو نفر حالا به طور هم بخورن، یعنی یه انکشس و یه اوایدن، یه مضطرب و یه اجتنابی. این تو رابطه همش احساس میکنه که تو چرا داری میری، اینا همش میگه که تو چرا داری میای، یعنی همش میگه که تو میخوای منو ول کنی، میگه تو من میخوای خفه کنی. یعنی همون اول ممکنه اونقدر از هم با هم مشکل نداشته باشن، هر یه روزی که میگذره هی این بیشتر احساس میکنه اون داره خفش میکنه، هی اون بیشتر احساس میکنه اون ازش دور میشه، همینجور بدتر و بدتر میکنن و بدتر و بدتر میشن و این به همین صورت ادامه پیدا، یعنی این دعوا و این چالشه به همین صورت هست و در واقع این همش نگرانه که اون آدم میخواد منو ول کنه بره و همش میخواد به هر قیمتی شده رو نگه داره، اون آدم هم به احساس میکنه که این آدم چون در واقع امنیت اون آدم، امنیت خودش رو در گرفتن، محکم گرفتن طرف مقابل میتونه تجربه کنه، اون آدم امنیت خودش رو در فاصله گرفتن، چون اونس این آدم به این بوده که بچسبه، یعنی در واقع آرامش این تجربه این آدم که اینجوری استراب خودشو کنه و اون آدم هم آرامش این بوده که دور بایست، اگر چون من خودم، تو برای خودت، من برای خودم، و در واقع توی رابطه آرامش هر دو اینها آشفته میشه طبیعتاً و ممکنه یه مدتی اول تحمل کنن، بخوام مثلا به خاطر همون عشق و هر چی که اول هست بتونن بخوام با هم دیگه تلاش کنن کنار بیان، ولی نهایتاً خب موفق هم نمیشن. خب طبیعتاً یه آدم سکیور و ایمنی اگر باشه با هر کدوم از اینا طرف بشه، ممکنه بتونه واکنش‌های متعادلی نشون بده و کم کم اون آدم اگر خیلی اوضاعش شدید نباشه، اوضاعش بعد انگار خیلی شدید نباشه، اون ناایمن بودنش بتونه کمک کنه که رابطه کم کم، حالا به ویژه حالا چه خودش چه با کمک حالا درمانگری چیزی بتونه تعدیل بشه و رابطه درست بشه. ولی خب به ویژه اگه دو تا آدم اینجوری به طور هم دیگه بخورن دیگه خب واویلاست.
و این هم یکی از همون مثال‌هایی بود که تو فصل قبل گفتیم، یعنی در واقع چی میشه که چی شد که این آدم مثلا ول کردن. خب شاید مثلا یکی از تئوریایی که میتونه توضیح بده که چه اتفاقی افتاد. آدم اگر هر چقدر بهتر بفهمه خودش رو به ویژه، بهتر میتونه آگاه بشه که ریشه واکنش‌های من، احساسات من و چیزهایی که من در حال و او طرف مقابلم و هر کدوم سهمی که ایفا کردیم توی این ماجرا کجا بود و به چه صورت بود و بتونیم سهم و جایگاه خودمون ببینیم و خب طبیعتاً برای رابطه آیندهمون بتونیم اولا تو همین رابطه، حالا اگه هنوز کاملا از بین نرفته، که خب طبیعتاً به فکر باشیم که بتونیم کمک بگیریم برای اینکه بتونیم درک کنیم و رفتار متعادل‌تری داشته باشیم و اساساً مثلا رویکردهای زوج درمانی مثل EFT تمرکزش بر همینه، در واقع رویکردش انگار پیدا کردن این نیازهای دلبستگی انگار که دیده نشده و برآورده نشده و اینکه به تو طرف کمک کنم بتونن این کار رو در واقع برای هم دیگه انجام بدن. ولی حالا رابطه که بریک اپ شده، برای رابطه بعدیم حداقل متوجه بشن قصه از چه قرار بوده و حالا یکی از منظرهایی که میتونه توضیح بده که یه رابطه چی میشه، یه رابطه به شکست منجر میشه، میتونه این منظر تئوری دلبستگی باشه. و فصل بعدی در مورد اینی که چطور عذاب نکشیم از رقیبمون. یعنی فرض کن طرف با من به هم زده رفته با یکی دیگه. این برمیگره به همون بحث اولی که من طبیعتا هم احساس میکنم که من یه ایرادی از من بود و همش احساس میکنم که با این که ممکنه باز در واقع واکنش سازی این باشه بگم اون خاک بر سر مثلا فلان اون که رفته از من پیش کی، مثلا اون که هیچی نداره، اون که هیچی نیست، ولی این که هی میگم اون که هیچی نیست، اون که هیچی نیست، در واقع ته ذهنم اینه که اون هیچ چیزی هست و یه جورایی احساس میکنم که اون از من بهتره، یه چیزی داره که من ندارم که به خاطر این منو ول کرده رفته با اون. و یا هی خودم حالا ظاهری، نمیدونم مالی، اجتماعی، هی بخوام مقایسه کنم، هی بخوام بگردم ببینم چی داره اون که من نداشتم که اون منو ول کرد رفت با اون یکی. میگه که برای اینکه بتونیم بر این رنجمون غلبه کنیم لازم نیست که بگردیم هی لیست کنیم ببینیم اون چی داره چی نداره، من بخوام به خودم اثبات کنم که نه من بهتر بودم بهتر بود. کافیه بپذیریم که هیچ کدوم از ما انسان‌ها کلاً چیز خاصی نیست. هممون یه سری آدم‌هایی هستیم، یه چیزای خوبی داریم، یه چیزایی نداریم، چیز خوب و بد که از یه چیزایی داریم، یه چیزایی نداریم. منم یه چیزایی دارم که اون نداره، اون چیزایی داره من ندارم و طبیعتاً اینجوری نیست که اون الان یه آدم مثلا پرفکتیه یا مثلا یه آدم پرفکتی گیرش آمده و من مثلا نه، مثلا من پرفکت نیستم یا بالعکس. فقط آدمای متفاوتی هستن. حالا ممکنه حالا مثلا مچ این کسی که حالا من برکرد با مچ اون آدم یعنی مچ بهتری باشن بالقوه، ولی این نیست که اون آدم بهتری از من، یعنی ممکنه اون آدم مورد مناسبتری باشه برای، ولی اصلا به این مفهوم نیست که اون آدم بی نقص و پرفکت. نه، اونم یه آدم، اونم یه آدمیه، منم یه آدم. حالا هر چقدر برم بالا پایین کنم، نمیدونم فیسبوک و اینستاگرامشو شخ بزنم و از این منور بپرسم، برم از دور واسم نگاه کنم ببینم چی داره این، یه چیزایی این داره، یه چیزایی نداره، ممکنه هیچ چیز خاصی نباشه. و اینم یه نکته است، اینی که اساساً همونجوری که بعد در مورد خودم بپذیرم که خب لزوما ممکنه مسئله من نبودم تو این ماجرا، در مورد اون بپذیرم که اون آدمی که الان باهاش رفته لزوما ممکنه چیز خاصی نباشه که از من الا ویژه، اونم یه چیزایی ممکن داشته باشه، چیزایی ممکن نداشته باشه. و پذیرش این ویژگی انسانی هست، اینه که بپذیریم ما انسان ها به دلیلی که انسان هستیم هیچ کدوممون بی نقص و پرفکت نیستیم، نه اون و نه خودم. و این که فکر کنیم که الان مثلا اون در مورد اون آدماییم که تو رابطه هستن، این که فکر کنن که الان این آدمی که باهاش هستی الان این خیلی بده، چون حالا تو رابطه باهاش خب یه جنبه‌هایی رو می‌بینی که قبلا نمی‌دیدی. الان اگه اینو ول کنی بری با اون آدم دیگه، اون دیگه خیلی خوب.
باز هم تاکید میکنیم ممکنه یک مچی از این مچی که الان باش هستی بهتر باش، بر تئوری ممکن، ولی اگر آدم دنبال پرفکت بگرده از این ول میکنی میری با اون یکی باز میبینی ای بابا با اینم باز یه جای دیگه مشکل خوردی، چه بسا مشکلات بیشتری. یعنی یه ور قسم از این ور نهایتا برای افرادی که ممکنه بخوام به فکر این باشن که بریک اپ کنن، میگه که اگه به هر حال یک واقعا میسمچ عمده وجود داره، یه تفاوت بنیادینی که واقعا اصلا نمیشه این رابطه ادامه پیدا کنه، رابطه‌ای که اشتباه ادامه دادنش هم اشتباهه، اون که بحثش شده. ولی اینکه دنبال پرفکت بخوای باشی، فکر کنی که نه حالا این خوبه ولی اینش مثلا ایراد داره، ولی اون آدم این ایرادو نداره برام با اون، خب باز یه چیز دیگه داره که الان تو خبر نداری چه بسا، یا فکر می‌کنی که اصلا مهم نیست چه بسا، ولی اون آدمم پرفکت نیست دیگه. و میگه نهایتاً تو رابطه بعدیمون باید حواسمون باشه، حالا اون که رفته رابطه بعدیمون حواسمون باشه نه دنبال کسی نگردیم که فکر کنه ما پرفکتیم و بی‌نقص. چون خیلی وقتا این آدما دنبال این کسی که تجربه بریک اپ داشته تو رابطه بعدیش دنبال یه آدمیه که مثل قبلیه فکر نکنه من پرفکت نیستم و بعد بذاره بره باز، یه آدم ببینم که منو پرفکت بدونه، اینم اشتباه. خب همچین برفرض همچین آدم پیدا بشه، اون آدم هم نهایتا چشش باز میشه و متوجه میشه که میبینه یه روزی که من پرفکت نیستم دیگه. نه یه کسی باشه که بتونه من رو با همه واقعیت ها وجودی کم و زیادم ببینه و بپذیره. دنبال همچین کسی باید باشه که منو با کم و زیادم ببینه و با کم و زیادم بپذیره. و نه این که فکر کنه یه کسی باشه که من دیگه فکر کنه هیچ کسی تو دنیا جای منو نمیتونه براش بگیره. دنبال این همچین چیزی هم نمیخواد باشم. دنبال یه کسی باشم که متوجه بشه که انسان ها تهش همشون بالا و پایین مثل همن از خیلی جهات، و نهایتا مهم نیست که تو بگردی و یه آدم پیدا کنی که دیگه بهتر از اون پیدا نشه. دنبال یه آدمی بگردی که خوب باشه برای تو و آروم بگیری در کنارش. چون برفرض اینم بذاری کنار به یکی دیگه، باز طبیعتا میتونی اونم بذاری کنار بری دنبال یکی باز به خیال خودت بهتر از اون بگردی. دنبال همچین کسی یا همچین رابطه‌ای باشی، یا آدمی که به همچین بلوغی رسیده باشه که بتونه ما رو همونجور که هستیم با همه کم و زیاد ببینه و بپذیره و بعدم حاضر بشه که دیگه این جستجو رو دنبالی که باز یکی دیگه هم کنار بذاره و آروم بگیره. این چیزیه که میتونیم دنبالش باشیم. من نهایتاً فکر کنم که یه تیکه دیگه مونده، این رو هم بگم. حالا ممکنه این وسط تایممون تموم بشه و بعد خب من چون به هر حال پرسش و پاسخ و نهایتاً توی سشن دوم انگار 1 ساعت دوم باید بهش بپردازیم چون الان فرصت نیست. اگر حالا وسط این گفتگو این بحث رو نتونستم کامل کنم، اول انگار سشن دوم این بحث رو کامل میکنم و بعدم برای پرسش پاسخ خدمتتون خواهم. این فصل آخر در مورد اینه که چطور بریک اپ کنیم. میگه به هر حال بریک اپ هر جور انجام بدی دردناکه. همونجور که شما یه قسمت انگار از بدنتون، اصلا فکر کن که یه غده سرطانی وقتی میخوای بکنیش دیگه درد میگیره دیگه. حالا چه برسی که تیکه از بدنتون که حالا سرطانی هم نباشه، خب بخوای بکنی درد میگیره، خونریزی داره، جراحت داره، زخم داره، اذیت داره. ولی همون رو هم میشه با بی‌حسی و با دردسر کمتر و به شیوه استریل و به شیوه صحیحش انجام میشه همونجوری کندش. میگه خب یه بریک اپ خوب چجوری انجام بدیم که بهتر باشه؟ این بیشتر برای اون کسایی که میخوان بریک اپ انجام بدنه، بیشتر برای راهنمای اوناست. میگه چیکارا نکنیم. یکی میگه کش دادن. میگه خب به هر حال اینی که اگه تصمیم بر این شده و تصمیم رو گرفتی که این کار رو انجام بدی، هی بخوای بگی حالا بذار این تولدم بیاد بره، حالا این ولنتاین هم بذار بره، این سال نو هم بذار بره، اینم بیاد بره، اینم بیاد بره، هی کش بدی. و این گاهی وقتا یه دونه اوکیژنه حالا آدم، ولی این که هی بخوای کش بدی برای اینکه حالا این بلیطایی که گرفتیم حالا سوز نشه، حالا برای اینکه نمیدونم حالا این برنامه‌ای که مثلا پلان کردیم اینا خراب نشه مثلا فلان اینا، اینی که نه شاید مهربانی بهتری باشه که وقت اون آدمو دیگه تلف نکنی. اگه دیگه تصمیم داری که قطعاً باهاش نباشی، یکی از چیزایی که مهمه اینه که کشش ندی و چیزی که تمام شده رو تمام کن. دوم میگه که
اینه که اگر دلایلی داری که به اون دلایل دیگه نمیخوای به این آدم باشی، خب خوبه که اون دلایل بهش بگی این دلایلیه که من نمیتونم ادامه بدم. ولی چیزای گفته اصطلاحاً collateral accusation، در واقع چیزای جانبی بخوای مثلا بگی که اینم بودا یه چیزای همینجوری بخوای فکر کنی، مثلا لیست تو بعد خیلی مفصل کنی که برای اون آدم قابل دفاع تر باشه. مثلا بگی من 28 تا مورد با تو مشکل دارم، فکر کنی بگی مثلا 3 تا به نظر طرف میسه، بخاطر این 3 تا من بخوام 25 تا دیگه هم بزنم تنگش، حالا ممکنه اونا هم باشه ولی اونا دلیل اصلی نبوده. این چیزایی که نبوده رو دلیل نداره. یعنی کل وجود آدم از بالا تا پایین لیست کنی که بگی من به این دلیل نمیخوام با تو باشم، یه جوری بگی که دهنش بسته بشه. مثلا میگه نه، همون دقیقاً همون چیزی که واجب کرده جدایی رو همون رو بیان کن. لیستش رو خیلی بزرگ و بلند بالا نکن به خاطر اینکه فکر می‌کنی اینجوری قانع کننده تره و هر چیزی که کم و زیادی بوده بخواد به روی طرف بیاری. سوم اینه که بخوای خیلی زیادی نایس باشی، به طور زیادی ها، نه اینکه نایس و مهربون آدم همیشه باید باشه، ولی زیادی نایس بودن یعنی چی؟ میگه بخوای مثلا خیلی مثلا انقدر مهربونی کنی که طرف احساس کنه دوباره داری برمیگردی تو رابطه، هی دوباره فرداش زنگ بزنی حالش رو بپرسی، باز چطوری، باز خوبی، مثلا فلان کاری نداری، مثلا این کارو کردی اون کارو کردی، انگار هی در واقع اصلا میکس سیگنال بهش بدی که انگار طرف نفهم، فکر کنه باز دوباره داری برمیگردی، باز دوباره باز بخوای بری، طرف تا بیاد دوباره دلش خوش بشه گرم بشه باز ول کردی رفتی. یعنی ممکنه به خیال خودت از سر مهربونی و فلان و مثلا اینا بخواد باشه، ولی در واقع اینجوری داری اونو بیشتر اذیت میکنی، داری اونو بیشتر آزار میدی و چه بسا باز هی مثلا اینم در واقع کار مهربانانه، کار خوبی نیست. ظاهرش ممکنه نایس باشه و جالب باشه ولی در واقع کار خوبی نیست و اینی که انگار تو ذهن اون هیچ فکر کنه که الان برگشتی، الان داره خوب میشه همه چیز. و نهایتا نکته کار آخری که نباید کرد اینه که بخوای هی بپیچونی، یعنی رابطه رو به جایی که تموم کنی هی با دیر آمدن، جواب ندادن، بدرفتاری کردن، مثلا فلان، سرد شدن، اینا بخوای کار کنی اون خودش بذاره بره، یعنی نخوای به عهده بگیری بریک اپ رو، بخوای انقدر رابطه رو خراب کنی و اون آدم دیگه نهایتا کم کم ول کنه بره. اینم یه کار بی‌انصاف، یعنی مسئولیت این تصمیمی که گرفتی رو به عهده نخوای بگیری و بخوای اینو بندازی رو اون و اونجوری بخوای اذیتش بکنی. این هم در واقع اینم کار چهارمیه که نباید کرد. و اینکه حالا چه کارهایی باید کرد دیگه، این افتاد به سشن دوم. حالا این رو من الان چون لایو داره تموم میشه الان این جلسه رو خاتمه میدم و چند ثانیه بعد دوباره برمیگردیم در جلسه، انگار بعد این چند دقیقه‌ای که باقی مونده است از این رو هم خدمتتون میگم و بعد برای پرسش پاسخ خدمتتون هستم. یکی دو نفر دوستان می‌بینم سوال گذاشتن، سوالشون دوباره تو سشن دوم بذارن که من در خدمتتون باشم و اگر بدونم جوابش رو خدمتتون پاسخ بدم. خیلی ممنون از توجهتون. فکر کنم که دوستانی که مایل بودن در جلسه دوم باشن دیگه منتظر بودن که اضافه بشن به جمعمون. موند انگار یه تیکه کوچیکی از بحث آخرمون، این که در یه هنگام بریک اپ چی کار نکنیم و چی کار بکنیم. چی کار نکنیمش رو گفتیم، کشش ندیم، وقتی که میخوایم عللی که چرا میخوایم نباشیم رو لیست کنیم دیگه همه زیر و بالای طرف رو لیست نکنیم و بخوایم در واقع لیست خودمون رو خیلی قابل عرضه تر و قابل دفاع تر کنیم. بخوایم به شکل در واقع خیلی زیاده از حد نایس باشیم و مثلا مهربونی در ظاهر به خرج بدیم ولی در واقع با اون مهربونیمون این طرف رو تو فکر و خیال و هوا نگه داریم که مثلا الان دوباره همه چی داره درست میشه و داره برمیگرده. و یا اینکه بخوایم مثلا از زیر بار بریک اپ ما در بریم، انقدر بخوایم به روش‌های در واقع غیر مستقیم و اینها بخوایم یه کاری بکنیم که طرف خودش خسته بشه ول کنه بره. این کارا رو نکن. چی کار بکنیم؟ به شکلی خب از اون میشه هست. اولا که آدم مستقیم بیان کنه، اصطلاحاً دیگه اون جون کندنی رو باید کند. البته خب به شکل محترمانه و درست، ولی خب اینی که آدم وقتی تصمیمش رو گرفت به طور مشخص بگه که مثلا خب دیگه آره من دیگه رابطه ادامه رابطه. این که مثلا بگی حالا باز ببینیم چی میشه، حالا یه مدت حالا نباشیم، اگه نمیخوایم دیگه بعدن الکی نگیم حالا یه مدت الکی سرش رو مثلا بخوایم
کلا بذاریم مثلا دلشو خوش کنیم به چیز غیر واقعی. حالا یه مدت دور باشیم ببینیم چی میشه. یا مثلا حالا این رفتار تو برو درست کن ببینم بچی اگه واقعا دلمون کنده شده از این حرفا نزنیم و چیزایی نگیم که نهایتا نمیخوایم بهش عمل کنیم. این یکی اینه و این امید واهی ندیم. یکی دومی که دلایلمون رو بتونیم خیلی روشن بیان کنیم، دلایل شفاف و روشن که چرا داریم این کار انجام میدیم. همونجور گفتیم دقیقاً اون علل اصلی که این قصه باعث شده که اتفاق بیفته اینا رو برای طرف مقابل روشن کنیم. به این دلیل به این دلیل به این دلیل دیگه اینجوری شد. و اینها در مورد البته نه اینکه حالا بخوایم مثلا در واقع نه که بخوایم ایرادات او رو بخوایم به رخش بکشیم بگیم حالا تو این ایرادو داشتی این ایراد داشتی. این اتفاقا بین ما افتاد. من مثلا نیاز من این بود، خب مدل تو اینجوریه. خواسته من این بود، تو مثلا اونجوری، مثلا خب مدل مثلا رفت با مثلا تو اینجوری بوده. ما تهش اینه که توضیح بدیم عدم تطابق ما کجاها اتفاق افتاده. ببین وقتی یه رابطه بریکاپ اتفاق میفته به این معنی نیست که یکی بده یکی خوب. تو بد هستی، قرار نیست توضیح بدیم چرا تو بدی، قرار توضیح بدیم چرا ما به درد هم نمیخوریم، چرا ما مچ مناسبی از نظر من، حالا ممکن از نظر تو من مچ مناسب تو باشم، ولی مچ مناسب که مچیه که هم اون نیازهای منو برآورده کنه هم من بتونم نیازهای او برآورده کنم. ببین تو نیاز من نمیتونی برآورده کنی به این دلایل، این نیازهای منه و اینم رفتارهای تو بود مثلا. سوم اینه که صادق باشیم. خب طبعا در ادامه همین مسئله شفاف بیان کردن اینه که صادق باشیم. در چی صادق باشیم؟ در مورد این چیزهایی که سهم خودمون تو این ماجرا، یعنی در واقع همون بحث مثلا اگه تو اتچمنتمون جای مسائلی که حالا در فصل‌های قبل صحبت کردیم مسائلی در خودمون کشف می‌کنیم می‌بینیم که وجود داره، اینا رو بیان کنیم که سهم ما تو این ماجرایی که این عدم تطابق یا مشکل یا تعارض یا هر چی که نهایتاً اصطلاحاً این رابطه به انتها رسیده سهم خودمون چی بوده. و تو صادق باشیم در مورد اونها، نه اینکه بخوایم مثلا اذیت کنیم بعد بگیم اینها یا خیلی بزرگنمایی کنیم، ولی بهشون توضیح بدیم که چرا ما همون ادامه بحث قبلی چرا چی شد، سهم من این بود سهم تو این. شفاف خودم رو توضیح بدم با صادقانه او رو بیان بکنم. و خب این واقعا میتونه کمک کننده باشه. در واقع اگه یه بریک آپ به این شکل سالم اتفاق بیفته بسیار میتونه کمک کنه برای هر دو طرف که بتونه درک عمیق‌تر و بهتری از خودش پیدا کنه در رابطه و در آینده در روابط بعدیش بدونه که چه میتونه بکنه و چه نباید بکنه و چی جوری. نه که حالا چه نباید بکنه ولی آگاهانه تر رفتار بکنه. و هر کسی شخصیت داره و در واقع کسی رو پیدا کنم که با این ویژگی‌های من سازگارتره و از ابتدا بهش ویژگی‌های خودم رو بیان کنم و بگم و مشخصاتی که تا این رابطه دریافتم رو تو اون رابطه در میون بذارم. و نهایتاً نکته آخر این خیلی مهمه که اون در واقع نقطه مقابل اون نایسنس و در واقع اون خوبی افراطیه اینه که اون فرد باید بتونه تحمل کنه که مورد تنفر واقع بشه. کسی که میخواد بریک آپ کنه، یعنی من باید حق بدم به طرف مقابل که از من که دارم باش بریک آپ میکنم متنفر بشه. اینو باید بتونم بپذیرم و تحمل کنم و این خیلی سخت برای آدم معمول. بعضی اصلا کلا ممکنه خیلی ککشون نگذره ولی عمده آدما این که مورد تنفر واقع بشن و نمیتونن تحمل کنن و حاضرن یا به این در واقع یا از این که بخوان هی مثلا برن کشش بدن همون چیزایی که گفتیم هی بپیچونن و کشش بدن و مستقیم این کار نکنن و روش‌های غیر مستقیم دست بزنن، یا بخوان طرف مقابل رو انقدر تخریب کنن که اعتماد به نفسشون نابود کنن که طرف بگه آقا راست میگه حق داری من به درد تو نمیخورم بذار برو، یا مثلا بخوان زیادی مهربانی یا های نامناسب در واقع نامتناسب انجام بدن به اشکال مختلفی. چرا؟ چون نمیتونن تحمل کنن که مورد تنفر واقع میشن. اگه این کارو کردی پای لرزش هم باید بشینی دیگه. اگه به حال داری بریک میکنی خب اینی که طرف یه مقدار از تو از این که داری این کارو باهاش میکنی داری رهاش میکنی خب اون حق داره متنفر بشه اصلا و تو حق بهش بدی. نه اینکه یه کار بدتری هم بکنی حالا که داری متنفری هم بذار دیگه قشنگ بیارزه به تنفر تو. طبیعتاً همه این نکاتی که گفته رو رعایت میکنیم ولی تهش هم باید بپذیریم که این تنفر هم ممکنه اتفاق بیفته و حق طرف مقابله
و سعی نکنیم با روش‌های آسیب رسانتری بخوایم از این اجتناب کنیم. و نهایتاً میگه اینها نهایتاً باعث نمیشه باز رنج جدایی از بین بره، ولی نهایتاً در دراز مدت اینا باعث میشه که آسیب کمتری به طرف مقابل وارد بکنه. اینکه اگر که این جنبه ها رو ما لحاظ کرده باشیم و رعایت بکنیم، این کارا رو اگه بکنیم طبیعتاً کمک میکنه که به شیوه سالمتری در واقع اتفاق بیفته و کم آرزه. این شد بخش اول بحث دلشکستگی که حالا بخش دومش انشاءالله در جلسه بعدی در خدمتتون خواهم بود. یه سری سوالاتی رو دوستان مطرح کردن که من ببینم اگه نکاتی به ذهنم بره جوابهاشو به ذهنم برسه. گفتن که با وسوسه برگشت به رابطه‌ای که تموم شده چه کنیم؟ با ترس از این که اگه مجدداً فرد مقابل رو ببینیم دوباره دلمون بخواد برگردیم به رابطه، البته تو رابطه‌ای که خودمون تموم کردیم. سوال خوبیه. با این وسوسه چیکار کنیم؟ خب طبیعتاً یه سری از چیزهای هست ممکنه به شکل اون وسوسه، مثل آدمی که حالا تشبیه دقیقی نیست ولی آدمی که مثلا مواد مصرف میکنه، میگن که هر یادآوری از یادآورهای مواد هم هست اون رو باید ازش دور کنه. حتی یه عکس ممکنه ببینه، یه فیلم ببینه، یه حرفی در این زمینه زده بشه، ممکنه که این آدم دوباره وسوسه بشه. خب اینا ممکنه از جهات این اشتراکی با این داشته باشه. خب پس اولا که خودمون رو در معرض یادآورهای اون رابطه قرار ندیم، یادگاریاشو بخوایم نگه داریم، عکساشو بخوایم نگه داریم، اینا که هر چه بخوایم مثلا چند بخوایم پروفایلشو بریم نگاه کنیم، عکسشو بریم نگاه کنیم، اینا خب طبیعتا خودش وسوسه رو بدتر میکنه. ولی اینکه حالا تو این وسوسه حالا من در واقع همه یادآورها رو حذف کردم، ولی حالا میخوام بدونم که حالا چیکار کنم. بازم وسوسه میاد، اون میل رغبت. اولا که بپذیرم که طبیعیه، وسوسه کاملا طبیعیه برای همه، هر کسی هم تو همچین رابطه‌ای بیاد بیرون، اون وسوسه بعد رابطه طبیعی و کاملا هست و کارش نمیشه کرد. و بدونم که میاد. و دومم بدونم که اینی که وسوسهش میاد به این مفهوم نیست که اون رابطه الان برای من خوبه. اگه رغبتش آمده، اگه دلتنگ شدم، به این مفهوم نیست که اون آدم الان خوبه برای من. به قول شما خودم از این رابطه آمدم بیرون. خب چیکار کنم؟ حالا در واقع یک جواب کوتاه نداره که دقیقاً این کارو بکنم دیگه باعث میشه اتفاق نیفته. ولی خب یه بخش اینه که من فکر می‌کنم یکی از چیزایی که میتونه کمک کنه روان درمانیه. یعنی در واقع یه فضایی داشته باشم که بتونم در مورد این وسوسه ها و میل ها و اینها حرف بزنم. خیلی وقتا همین که حرف بزنم یا مثلا بنویسم، این میتونه جلوی این که بخوام بهش عمل کنم رو بگیره. توی فضای ایمن و همدلانه بتونم در موردش حرف بزنم. یا اینکه مثلا برای خودم یک سری تنبیه و پاداشی در نظر بگیرم برای اینکه مثلا اگر این کارو کردم مثلا باید مثلا همچین تنبیهی و بعد به اون تنبیه و پاداش رو خودم هم عمل کنم. حتی یه تکست هم اگه به اون آدم دادم مثلا باید اینقدر مثلا چه می‌دونم جریمه بپردازم مثلا به فلان. اینها میتونه روش چیزهای، البته خب طبیعتا اینها هیچ کدوم به تنهایی کافی نیست و همش هم با هم ممکنه تاش کافی نباشه و ممکنه شدت وسوسه خیلی شدید باشه. ممکن آدمی بره و برگرده تا اینکه نهایتا به اون سطح آمادگی برای جدایی نهایی برسه. و خب همونجور گفتم میتونه یه روان درمانی به فضایی باشه که اون کمک کنه به من که من بتونم راهکاری که برای من بهتر جواب میده تو اون گفتگوی مشترک پیدا بکنم. ولی خب اینها حالا خیلی اجمالی اگه بخوام جواب بدم چند تا چیزی بود که در درجه اول به ذهن من میرسه. میگن که در ادبیات فارسی میبینیم که همیشه بارقه های از اولین عشق برای انسان باقی میمونه. روانشناسی چه توضیح داره برای این موضوع؟ بارقه های عشق اولیه میمونه. خب بله، تاثیر عشق اون رابطه عاشقانه اول میمونه دیگه. تو به حال یک تجربه بسیار عمیق و بسیار وسیع و بسیار همه جانبه و بسیار تاثیرگذاریه در وجود انسان و تأثیراش تو زندگی آدم تا آخر عمر آدم میتونه بمونه. کاملا قابل درکه دیگه، چون یه چیز کوچیکی که نیست که مثلا اینجوری نیست که مثلا یه آدمی تو خیابون دیده باشی دیگه. گفتیم با مطلع در واقع ارائه‌مون رو با غزل سعدی شروع کردیم. یه چیزیه که به وجود آدم، مثل همون زخمی که گفتم، زخمیه که هیچ وقت ردش نمیره حتی اگر دردش بره. و خب این کاملا قابل درکه به خاطر اون حجم تأثیری که اون رابطه بر وجود انسان میذاره و خودش، بودنش، شروعش و خاتمش، و طبیعتا همیشه تأثیرش هم در وجود انسان
خواهد. فرمودن که اگر که اون فرد مثلا همکاری هم کلاسیمون باشه که ما بعد جدایی هم اونو ناچارن هر روز ببینیم، باید رابطه هم مثل قبل از رابطه باشه که مثلا هیچ چیزی بین ما نبوده، یا مثلا ببینید خب این گاهی وقتا خب طبیعتا اگه که اقتضای مثلا حالا محیط کار یا تحصیل یا هر چیزی که ما میبینیم همدیگر رو، طبیعتا ببینید ما قرار نیست رابطه هم مثل زمانی باشه که ببینید اینی که آدما بخوان دوست بگن ما بذار دوست باشیم بعد از این، اون کسی که بریک شده در واقع بسیار درد میکشه از این مسئله و این در واقع در مجموع توصیه نمیشه که بخوان دوست باشن بعد از خاتمه رابطه. اینی که به هر حال مثل دو تا آدم مثلا همکار سلام علیکم حال شما خوبه مثلا در حد عرفی بخوان با همدیگه احترام همدیگر نگه دارن و نمیدونم اینا، خب خیلی هم خوب و ارزشمند و چرا که نه. ولی این که بخوان که مثلا بخوان انگار که هیچ اتفاق بین ما نیفتاده، انگار که اصلا هیچی بین ما نبوده، این اشتباهه. نه، این اتفاق افتاده، یه رابطه عاشقانه بوده، این رابطه عاشقانه نهایتاً یکی اون یکی رو رها کرده و ترک کرده و اینی که بخوان دوست بمونن با هم دیگه، یا با هم دوست باشیم با هم دیگه بریم بیایم، مثلا خیلی وقتا ممکنه حالا اون کسی که ترک شده به هوای این که مثلا اون آدم همچنان تو زندگیش داشته باشه این پیشنهاد بده، وقتا اون کسی که ترک کرده برای که احساس گناه نداشته باشه این آدم آسیب زده بخواد این کارو بکنه، یا حالا هر کدوم از هر دو اینا یا هر چی، ولی نهایتا این به هر دو طرف در ادامه نهایتا آسیب میزنم که گفتیم اون دیسپتیو نایسنس و اون لینگرینگ و ایناست. یعنی توصیه نمیشه که همچین کاری رو انجام بدن و اینکه نه یه رابطه حرفه‌ای و عرفی کلی مثلا خب طبیعتا میگن که درمان رها شدگی رو بگیم که خب دیگه عرض کردم که خب به نظر من روان درمانیه دیگه درمانش، یعنی حداقل یکی از درمانایی که به ذهن من میرسه و من آشنا هستم، روان درمانی میتونه کمک کنه که آدما بتونن با این زخمی که زخم رو بتونن ترمیم کنن، میتونه کمک کنه برای حل این در واقع سوگ و این آسیب. میگم وقتی رابطه ای از دست میره و مثلا حالا من اگه درست فهمیده باشم مثلا مادر مرتب اینو آتو میگیره و کنترل میکنه ما رو، چه کار باید کرد؟ یعنی مادر آتو میگیره و مرتب کنترل میکنه دیگه، این دیگه در رابطه انگار من باید بتونم تنظیم رابطه والد فرزندیه دیگه، یعنی بسته به مرحله رشدی و سن و سال و موقعیت حالا شرایطی که دارم طبیعتا من فارغ از این که حالا رابطه بریک اپ کردم، حالا اومدم مثلا مادر من پدر من هر کسی مثلا میخواد که منو کنترل کنه یا هر چیزی، یا اصلا بریک اپ هم نکردم، اصلا کلا اون آدم میخواد منو کنترل کنه، رفت آمده من بگه تو اصلا بلد نیستی، تو انتخاب اشتباه میکنی فلان میکنی و من باید مثلا حواسم باشه تو مثلا خودتو به درد سر نندازی. تو این موقعیت باید چیکار کنم؟ یا واقعا من انقدر در واقع روابط پرآسیب و پرخطری مدام برقرار میکنم که همش دیگران رو دارم نگران میکنم و در واقع نگرانی اونا انعکاس روابط پرآسیب منه که خب بابا ببینم چرا من اصلا کلا قصه من چیه، یا هم کلا اون آدمی که نمیتونه به من در واقع اعتماد کنه، حالا من اینکه حالا ممکن تو زندگی برم یه اشتباهاتی هم بکنم ولی اون آدم به شدت استراب میگیره از این که مثلا احساس کنه وظیفه‌شه که من همش مراقبت کنه بلا سرم نیام، سرم بر خودم بلا نیارم اینا، که خب در واقع اون آدم باید درمان بشه، ولی در واقع یا هم ترکیب هر دو اینا با هم دیگه از هر کدوم هر دوش دارن هم دیگه تشدید میکنه. ولی اول میگم باید فهمیده بشه که چه اتفاقی داره میفته. حالا من این مورد خاص رو نمیدونم که در واقع کدومی که از ایناست که بگم کدوم راهکار بهتر جواب میده یا هر دوش مثلا یا اصلا راهکار سومی. به نظرم خب این نیاز داره که بیشتر شکافته بشه که دقیقاً اتفاقی داره میفته چیه، داینامیک رابطه چی بوده، از قبل چه جوری بوده، جای دیگه چه جوریه و اینها که بعد بشه یه توصیه دقیق‌تری کرد. حالت وابستگی اجتنابی رو چطور میشه اصلاح کرد؟ خب اینم به هر حال درمانش یه مقداری اگر خیلی شدید باشه
خب سخت‌تر خیلی، آدمی که کلاً انگار توی لاک عظیم دفاعی هست. ولی در مجموع به نظرم روان درمانی ها و از جمله روان درمانی ها در واقع با رویکرد ایموشنال فوکوس یعنی EFT، حالا چه رویکرد سو جانسونیش چه رویکرد گرینبرگیش، اینها به نظرم رویکردایی هستند که میتونن کمک کنن که حالا افراد چه به صورت فردی چه به صورت حالا زوجی، چه در زوج درمانی چه درمان انفرادی، به آدما کمک کنه که بتونن اون دلبستگی‌های ناایمن خودشون رو در واقع ایمن‌تر بکنن. به هر حال روان درمانی هست به نظر من جواب سوالتون، حالا حداقل یکی از درمان‌هایی که به ذهن راهکارهایی که به ذهن من میرسه. فرمودن که همسرم از روابط قبلی من اطلاع داره و اینقدر آزرده است که فکر می‌کنه این آدم‌ها همه جا هستن. حالا من نمیدونم منظورشون روابط قبلی روابط خارج ازدواج بوده یا نه مثلا قبل از اینکه با این آدم باشم حالا با یه آدم دیگه هم من قبل این رابطه بودم. اگر رابطه خارج ازدواج بوده که خب طبیعتاً باید اون در واقع افر درمان بشه، خود به خود اون آدم نباید اجازه داشته باشه بتونه خودش با این پدیده کنار بیاد و حالا که من دیگه قول دادم با کسی نباشم و واقعا هم با کسی نیستم دیگه اون آدمم احساس ناامنی نداشته باشه. خب اون افر اگه درمان نشه خب میتونه مسئلهش همینجوری باقی بمونه. ولی اگر مسئله اون آدم افر نیست، با آدمایی که قبل از این رابطه باهاش با آدمای در ارتباط بودن ولی همش نگران اوناست، خب یه مشکلی داره دیگه، در واقع حالا مشکل در دلبستگی، حالا هر مشکلی دیگه‌ای وجود داره، یا حالا نمیتونم بگم دقیقاً چه مشکلی، چون اصلا خب از کم و کیف رابطه شما و کم و کیف شخصیت ایشون و شما اطلاعی ندارم، برای همین باید مراجعه بشه و ارزیابی بشه دیگه، بعد تلاش بشه ببینیم اصلا قصه از چه قراره و چرا این ناامنی ایجاد شده، چه سرنخ‌هایی تو رفتار من احیانا اگر وجود داشته یا نداشته، اگر نبوده ایشون در هیستوری قبلیش به چه صورت بوده و شیوهی که با این هیستوری قبلی من آشنا شده از چه طریقی بوده و امثال این چیزها. خلاصه همش باید شناخته بشه، مشخص بشه و بعد بشه یه پیشنهاد مشخصی داد. فرمودن راه‌های غلبه بر تصمیم گیری و تردید را بگید. این والا نمیدونم، خیلی سوال سختیه. راه‌های غلبه بر تصمیم گیری و تردید، چه تصمیمی در چه زمینه‌ای، چه تردیدی در چه زمینه‌ای؟ خیلی سوال کلیه، من دقیقاً چیز جواب مشخصی الان به ذهنم نمیرسه که به طور کل بگم راه‌های غلبه بر تصمیم گیری و تردید رو بخوام خدمتتون بگم. ببینم سوال گفتن که دوره بهبودی بعد از بریک اپ از یه رابطه معنادار حدوداً چقدره؟ عرض کردم در ابتدا از قول سعدی که سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. حداقلش اینه که زمان کوتاهی نیست. شما بگید یه رابطه مثلا 5 سال بود انتظار داشته باشی به 5 هفته چه بسا حتی 5 ماه این قضیه کلا دیگه تموم شه، شاید انتظار درستی نباشه. نمیشم دقیقاً یه عدد مشخصی بگی، ولی به هر حال قضیه‌ای که اگه به سال بکشه نباید تعجب کرد. به ویژه یه رابطه عمیق، نزدیک، صمیمانه، عاشقانه از اینها بوده، اصلا نباید تعجب کرد اگر مثلا به سال بکشه و حتی بیشتر، ممکنه برای کسی هم کمتر. ولی اگه 2 روزه خوب شد یه قصه ایرادی تو کار هست. اگر هم مثلا 10 سال گذشته هنوز هست، بازم به هر حال یه قصه‌ای درش هست. ولی اینکه دقیقاً حد استاندارد عدد نداره من بخوام بگم مثلا اینقدر عدده، ولی کوتاه نیست، اینو میتونم بگم که زمان میبره و باید این زمان رو داشته باشه. گفتن اگه کسی که ترکش کردیم بگه من خودکشی میخوام بکنم به خاطر غم زیاد و فلان، به نظر جدی بیاد چه باید کرد؟ طبیعتاً به خاطر اینکه یه آدمی میخواد خودکشی کنه نباید باهاش موند، ولی از طرف آدمی زاده دیگه. خب نهایتاً کاری که بکنیم اگر دسترسی داریم به نزدیکانش، خانواده‌اش، اینا اطلاع اگه احساس میکنیم کاملا جدی این مسئله اطلاع بدیم که حواسشون باشه. حالا اگر حواسو داشته باشن دکتر ببرن درمان کنه هرچی. ولی اینو حالا مثلا فرض کن که همین الان میگه میخوام خودم رو بکشم، همون الانش
بهش بگم باشه حالا خودتو نکش، الان خودتو پرت نکن، الان فلان، این در این حدش اوکیه. همونجا که بگیم نه خودتو بکش به من چه بذاریم، مثلا خب شاید کار درستی نباشه به لحاظ اخلاقی، حالا روانشناختیش که در مورد این مسئله استانداردی وجود نداره، شاید درست نباشه همونجا بگیم اصلا به من چه، خودتو بکش، دکتر گفته که بکش خودتو. این نه. ولی اونجا که گوشی رو گفتم حالا باشه صحبت میکنیم و حالا بیا ببینم صحبت میکنیم، ولی بلافاصله بعدش باید به فکر این باشم که الان برم این آدمو دست یکی بسپرم و خودم از این بازی بکشم بیرون، برم به خانواده کس و کاری هرچی بگم که آقا ایشون اینجوریه اینجوریه اینجوریه، این حرفا رو میزنه دیگه، مسئولیتش با شما، مسئولیت اون مسئله با من نیست. ولی گاهی وقتا این مسئله به همین سادگی نیست که مثلا ببینیم، گاهی وقتا یه اتفاقای افتاده، یه فرایندی باید به شیوه صحیحش طی می‌شده نشده، حالا هرچی. من طبیعتاً اون جاهایی رو که خودم میدونم مسئولم در قبال یه چیزای آسیب‌هایی زدم، آسیب‌ها رو مسئولیتم اینه که آسیب‌ها رو جبران کنم، تعهدم در قبال من. ولی اینی که من در قبال آسیب‌هایی که زدم مسئولم، این به جای خود. ولی اینی که من یه رابطه رو شروع کردم به این معنی نیست که این رابطه رو تا ابد عمرم باید ادامه بدم. همچین مسئولیتی شروع یه رابطه برای من ایجاد نمی‌کنه. حالا البته اینو که من دارم میگم نظر شخصی منه ها، این دیگه چیز جواب روانشناختی و علمی نیست دیگه، این کاملا نظری، ممکنه این از کسی نظر، یعنی یه جواب در واقع توی اخلاق و اینها من دارم میگم، نظر منه، ممکنه کسی نظرش با نظر من فرق کنه و یه جور دیگه فکر کنه و طبیعتاً خب میتونه نظر اون آدم خب برای خودش درست باشه. ولی حالا چون پرسیدی من نظر خودم رو دارم میگم با تاکید بر اینکه نظر منه که مسئولیتی نداره کسی رابطه‌اش رو که تا آخر اون بخواد ادامه بده، یکی نمیخواد اون که ادامه بده، اون بگه نه اگه بری من بکشم پس میکشم خدا، پس من باید به خاطر اینکه نکنه خودشو بکشم تا یک زمان نامحدودی به این آدم بمونم. نه. ولی اینی که اطلاع بدم به یک کسانی که بخوان در واقع مراقب این آدم باشن، کمکش کنن در واقع از این قضیه. ولی نهایتاً در عین حال با همه این حرفا ممکنه این آدم بازم بره خودشو بکشه. و بعدم ممکنه من عذاب وجدان بگیرم، بگم اگه من بودم بریکاپ نمی‌کردم خودشو نمی‌کشت و ممکنه درستم فکر کنم، ولی به اینم فکر کنم که آدمی که به خاطر بریکاپ میره خودشو می‌کشه اصلا از اول آدم سالمی نبوده. آدم سالم هیچ وقت به خاطر اینکه کسی ترکش کرده خودشو نمی‌کشه، این مشکلی داشته و به هر حال یعنی من باعث ایجاد بیماری درش نبودم. ممکنه که این آدم من به خاطر این نمی‌کشه، به خاطر یه چیز دیگه باز ممکنه یه جای دیگه خودشو به خودش یا به من یا به کسی دیگه‌ای به هر حال آسیب بزنه و از جمله یه جای خودشو بکشه. ولی نهایتاً کاری که به ذهن من میرسه این که آدم به یه کسی که در واقع اصطلاحاً کس و کار این آدم اطلاع بده، متوجه باشن، بدونن، حواسو داشته باشن و بعد آدم خودش از این ماجرا کامل بکشه بیرون. و این که آدم بخواد همینجور، یا اینی که اینم تو ذهنمون باشه، اینو فکر نکنیم این در واقع چقدر منو دوست داره پس خیلی مثلا کسی که به خاطر من خودشو میخواد بکشه این خیلی چیز خوبی نیست که ما گول که به هر حال یعنی فکر کنیم که پس خوبه، یعنی در واقع اینو تو فاکتور صفات مثبتش مثلا سبک سنگین کنم، میگم نه این نیست که پس اونقدرم بد نیست، آدم خوبیه، منو دوست داره، اینو ویژگی مثبت هیچ وقت تلقی نکنیم. در واقع بدونیم که عملاً این آدم در اون لحظه که داره این کار میکنه در واقع به من و خواست من فکر نمیکنه، فقط انگار به هر قیمتی میخواد منو برای خودش نگه داره. و این یک رفتار عاشقانه نیست، کسی که خودشو به خاطر دیگری میکشه کار عاشقانه نمیکنه، کار کاملا خودخواهانه داره میکنه. اینم تو ذهنمون باشه. ولی در این حال اینکه چیکار باید بکنیم گفتیم یک پاسخ این که حالا به لحاظ اخلاقی آیا در چه حدی وظیفه دارم که از عمرم از زندگیم برای یک کسی که تو این شرایط مایه بذارم، یه سوال اخلاقیه و خب هر کسی با اصول ارزشی خودش باید بهش جواب بده. اگر متوجه کش دادن قضیه توسط فرد مقابل شویم بهتره چیکار کنیم؟ خب کش ندیم دیگه خودمون، نمیدونم یعنی اون کش میده یعنی چی؟ اون کیه؟ یعنی اون کسی که بریکاپ کرده، اون مایی که مثلا اون کسی که بریکاپ شده. در صورت توصیه اینه که کش داده نشه دیگه، هر رابطه دو طرف داره، فقط یه طرف کش نمیده، اون کسی هم که با کش این یکی همکاری میکنه هم داره کش میده به نحوی. برای همین که یکی از طرفین کش نده خود به خود اون رابطه خاتمه پیدا میکنه. اینه که یک تایمی
برای پایانش در نظر بگیریم و رو اون در واقع چیزی که گفتیم بایستیم، این به نظر میرسه که خب طبیعتاً راه معقول و مناسبی باشه. گفتن که روان درمانی چند جلسه در هفته میتونه موثر باشه برای اینکه فرد بتونه ایمن و درست زندگی کنه. والا دیگه بستگی به نظر اون درمانگر رو بررسی تحلیل و ارزیابیش داره. میتونه روان درمانی معمولا کمتر از یک جلسه در هفته برای انگار روان درمانی کمتر به کار میره. معمولا جلسات ببین، یه وقت جلسات روان درمانی با رویکردهای در واقع تحلیلی عموما یک جلسه در هفته هستن. ولی میتونن 2 جلسه در هفته، 3 جلسه در هفته هم باشن. بعضی از شیوه‌های درمانی هم هستن که ممکنه هفته 2 هفته یه بار، ماهی یه بار، اینا اینجوری هم باشن. یعنی در واقع اینجا دیگه نظر اون درمانگریه که داره انجام میده و ارزیابیش و صلاح دیدش. یعنی یه چیزی نیست که من بگم مثلا اینقدر در هفته باید حتما باشه، ولی معمولش رو اگه بخوام بگم خدمتتون، معمولش متوسطش 1 بار در هفته هستش. دیگه آیا نشانه‌ای وجود داره که تعیین کننده این باشه که ما کاملا به سلامت بعد از جدایی رسیدیم یا نه؟ عرض شود که خب بله دیگه، اینی که خیلی چیزا میتونه نشانه این باشه، ولی اینکه خب با روحیه هم بهتر بعد یه طی، نه کم روز اول حالم خوب باشه، بعد یه طی مراحل کم کم حالم خوب میشه. روحی مثلا از روحیه خودم، از حال خودم، از اینکه فعالیت معمول زندگی رو از سر گرفتم، تو روابط بین فردی، تو زندگی شخصی، توی دنبال کردن علایق و سرگرمی‌ها و در واقع زندگی رو دوباره، زندگی برای من دوباره از سر گرفته شده و تمام وقت صبح تا شب اومدم فکر نمی کنم دیگه، انگار ممکنه به یادش میفتم ولی دیگه روزم رو اشغال نمیکنه و اینا میتونه حالا مؤلفه هایی باشه. حالا البته خب دیگه هر فردی، باز میگم شاید توی ارزیابی دقیق تری، یعنی گاهی وقتا ممکنه بعضی از اون اشکال زندگی کردن یه شکل حالت افراطی و جبرانی باشه برای اون اینی که هنوز درگیر اون مسئله است آدم. برای همین شاید آدم بهتر باشه که ارزیابی بشه تا اینکه آدم صرفا به یه سری فاکتورهای بیرونی برای توصیف این حالت اکتفا بکنه. ولی این چیزایی گفتم حالا به ذهن من الان میرسه که میتونه این باشه که خب من به نظر میرسه دوباره زندگی رو بدون اون وجود اون آدم میتونم ببینم، به رسمیت بشناسم و زندگی کنم. کسی که بریک کرده وقتی خواستار دنبال کردن طرفش توی فضای مجازی و دیداره چه برخوردی باهاش داشت؟ اینو فکر کنم گفتم. به نظر من اگه یه رابطه‌ای بریک شده خارج اون چارچوب عرفی، ادامش اشکال دیگهش کمکی به هیچ کدوم دو طرف که نمی‌کنه، چی ممکنه آسیبم داشته باشه. برای همین عموما همچین چیزی عموما توصیه نمیشه که بخواین یک نخی ارتباطی دوست باشیم با هم دیگه، حالا چه مجازی چه حضوری چه حقیقی چه هر چیزی، عموما کار نمیکنه و برای هر کدوم از طرفین میتونه آسیب‌هایی داشته باشه. اگر که به نظرشون میاد رابطه دیگه نمیخوان با هم داشته باشن، یا وقتی میخوان حالا برگردن دوباره ترای کنن، حالا دیگه صلاحیت خودشونه، اون دیگه میشه رابطه. ولی وقتی رابطه تموم شده و دیگه اون رابطه قرار نیست ادامه پیدا کنه، اینها اشکالیه که توصیه نمیشه اتفاق بیفته. دیگه سوالی که دوستان پرسیده باشن. گفتن که وقتی روابط شیوه و شکل تکراری دارن و همیشه افراد مشابه جذب میشن، آیا ریشه در رابطه با والدین داره؟ که اینو صحبت کردیم دیگه. میتونه، بله، میتونه به این صورت باشه. یعنی میتونه خیلی وقتا شاید اگه نگیم اکثر وقتا، میشه گفت قطعا خیلی از وقتا، حتی بتونیم چرا بگیم اکثر وقتا، یعنی یه ربطی به اون کودکی و شیوه روابط من و تاثیر روابط من با، حالا از منظر تحلیلی من میگم دیگه، چون حالا هیته است که بیشتر من در موردش آشنایی دارم. از منظر تحلیلی بله ارتباط داره با اون مسئله. این نکته هم فرمودن که آیا دارو درمانی و روان درمانی تحلیلی حتما باید جدا باشن؟ چرا روان درمانگر من اصرار داره جدا باشن؟ صلاح دیده بله، در
بسیاری از درمانگران تحلیلی رویکردشون اینه که اینا باید جدا باشه و خب صلاح دید درمانگرتون این بوده دیگه و این چیزی که فرمودن این چیز کاملا استاندارده. حالا ممکنه یه درمانگر تحلیلی هم درمانداری هم خودش در کنارش انجام بده با صلاح دیدش، ولی این که اگر بخواد جدا باشه کاملا یک روش استاندارد و درست و علمی هست. این دیگه خب صلاح دید ایشون بود. من ببینم سوال دیگه ای هست که جواب نداده باشم. به نظر میسید یه سوال دیگه باشه. اینم فرمودن که من حدود 3 ساله که جلسات رواندرمانی تحلیلی میرم. زوج درمانی در کنار جلسات رواندرمانی میتونه کمک کننده باشه؟ بله، خیلی هم خوبه. یعنی در واقع بله، برای رابطه زوجی میشه زوج درمانی رو هم انجام داد و دنبال کرد. خیلی هم خوب. بله. گفتن که علاوه بر رواندرمانی چه راهکاری رو برای بازگشت زندگی فرد شکست خورده به حالت عادی توصیه میکنید؟ خب خود جواب سوال توشه، بازگشت به زندگی. یعنی من فارغ از حالا رواندرمانی سعی کنم فعالیت‌های عادی روزمره زندگیمون که انجام میدادم، حتی اگر که مثل قبل بهم مزه نمیده، کم کم شروع کنم فعالیت ورزش، نمیدونم بیرون رفتن، تفریح، هر چیز، حتی اگه خیلی به دل من نیست، روابط بین فردی، اجتماعی، حالا کم کم خورد شروع کنم. زندگی رو باید شروع کنم تا شروع بشه. حالا در کناره البته اینی که البته یه دوره‌ای به خودم باید فرصت بدم که یه دوره سوگواری کنم، یه دوره حالم بد باشه، یه دوره بخوام هیچ کسی نبینم، یه دوره بخوام تنها باشم. اول یک لازمش اینه که من اصلا سوگواریه رو به شیوه مناسب و کافی و مقتضیش انجام داده باشم. یه دوره به خودم حق بدم که بخوام یه گوشه به صف نگاه کنم، داریوش گوش بدم مثلا و حالا سیگار نکشم. مثلا از این یه دوره این شکلی بگذره، بعدش خورد کم کم شروع کنم به از سر گرفتن زندگی و حالا ممکنه حالا اول حوصله آدما رو خیلی نداشته باشم، اول با مثلا فعالیت‌های تفریحی کار و کم کم خب روابط بین فردی هم یه بخش ضروری از زندگی هست. با خورد زندگی رو از اول یه دوره سوگواری رو طی کردن و بعد کم کم از سر گرفتن زندگی، مثل هر سوگ دیگری این میتونه، و البته خب رواندرمانی هم در کنارش، این میتونه کمک کنه که کم کم زندگی عادیمو بتونم از سر بگیرم. ببینم سوال دیگری هم هست که من میس کرده باشم. گفتن قطع ارتباط با اکس آیا دائمیه یا بعد گذشت چند سال، مثلا 10 تا 15 سال میشه رابطه عادی دوستانه داشت؟ حالا من همچین چیزی که نمیدونم، میشه هر چیزی میشه، هر کاری میشه کرد، ولی این دیگه بستگی اون دو نفر داره، شاید بتونن. میبینی خیلی از آدما مثلا ازدواج کردن، جدا شدن، بعد جداییشون این رابطه مثلا دوستانه، حالا به خاطر بچه‌ها یا به هر دلیل دیگه هنوز دارن با هم دیگه، خیلی میتونن، ولی به ویژه حالا بعد 10 15 سال شاید بشه. ولی به ویژه اگه این آدما مثلا متأهلن توی رابطه، بعد بخوام با اکسشون رابطه بگم ما با این مثلا دوستی، مثلا بخوام رابطه از سر بگیرن، من توصیه نمی‌کنم همچین کاری رو. که من مثلا بخوام حالا توی رابطه جدیدی هستم، بخوام با آدمی که قبلا توی زمانی توی رابطه بودم، رابطه دوستانه حالا بعد حتی 10 سال از سر بگیرم، توصیه نمی‌کنم همچین کاری رو. حالا اینکه میشه یا نه و آیا لزوما اون رابطه زوجی آسیب میزنه یا نه، من نمیگم لزوما آسیب میزنه و بگم نمیشه، توصیه نمی‌کنم. ولی اینکه حالا کلا حالا جدای از اون که حالا تو رابطه جدیدی هستم یا نیستم، بخوام دوره رابطه عادی دوستانه داشته باشیم، میشه، شاید بشه، شاید یکی بتونه. دیگه من سوالی نمیبینم. امیدوارم چیزی رو میس نکرده باشم. همین. خیلی ممنون از توجهتون. در جلسه آینده که حالا باز اعلام میکنم، احتمالا هفته آینده، بخش دوم و پایانی کتاب رو با هم دیگه صحبت میکنیم. خیلی ممنون از توجهتون.